سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم در کشور کانادا. اینجا بخش آیسری بیمارستان نیکان هست. همونطور که خیلی از شما می‌دونید قرار بود که تور تئاتر پایتخت از 17 سپتامبر از شهر تورنتو آغاز بشه. گروه به سرعت مشغول تمرین بودن و تقریبا کار آماده بود برای اینکه ما خدمت شما برسیم. متاسفانه یک هفته پیش پدر آقای محسن تنابنده دچار آرزه سکته مغزی شدن و الان یک هفته است که به کما رفتن و محسن عزیز به دلیل شرایط روحی بدی که داره نتونست در تمرینات حاضر بشه. من فکر میکنم در اون تاریخی که باید خدمت شما میرسیدیم نمیتونیم به خدمت شما برسیم و تاریخ اجرا تغییر میکنه که بعدا توسط دوستانمون خدمت شما اعلام خواهد شد. بله، حال پدرشون متاسفانه خیلی خوب نیست. از هموطنان عزیزم تقاضا دارم که براشون دعا کنم و انرژی خوب براشون بفرستم.